بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله در سوره احزاب در آیه 59 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذین و کان الله غفورا رحیما. الله پیامبر صلی الله علیه و سلم را در قرآن به نامش ندا نکرده است، نگفته است یا محمد. این یکی از فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. اما نامهای دیگر پیامبر، یا نوح، یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی، اینها را به نامش ندا کرده است. این یکی از برتری پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان گفتند انا سید ولد آدم، من سید ولد آدم هستم، یعنی بهترین مخلوقات می باشند. بنابر همین ببینیم که الله گفته است ای پیامبر به همسرهایت بگو و به دخترهایت رو بگو و زنهای مسلمان رو بگو تا که یدنین علیهن من جلابیبهن، تا جلبابهایشان را از سر تا پا بپوشند، پنهان سازند، چهره و روی خود را پنهان سازند. ذلك ادنى ان یعرفن فلا یؤذین، تا که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم کنیزک های بود که آنها حجاب نداشتند و این چنین زنهای مسلمان حجاب فرض نبود و منافقان فرق نمی کردند. وقتی که زنها مسلمانان به خیابان می برآمدند، منافقها کنیزک ها را سخنهای فساق، بعضی شخصای فاسق منافقان به کنیزک ها سخنهای درشت می گفت. از جمله زنهای مسلمان که همچنان می برآمد به زنهای مسلمان نیز سخن گفته می ماندند، سخنهای درشت. کسی فرق نمی کرد کنیزک ها و زنهای مسلمان را. سپس الله امر کرد که تا که زنهای آزادی که شوهر دارند آنها جدا کرده شود. سپس امر کرد که الله تا که پیامبر به زنهایشان، به دخترهایشان و زنهای مسلمانان امر بکنند که حجاب بپوشند. در حقیقت وقتی که زنهای مسلمان در این زمان نیز حجاب بربر کنند، حجاب بپوشند، فاسقا از سخنهای درشت گپ، سخنهای ناسزا گفتن میترسند، چون که گمان میکنند که پدر این، شوهر این، دادر این غیور است، اگر من سخن درشت بگویم مرا اذیت میکند، برای من همه میترسد. اما زنهایی که حجاب ندارند، انسانهای فاسق سخنهای درشت میگویند و از پس آنها راه میگردند، چون که میدانند که شوهرهای آنها و برادرهای آنها، نزدیکهای آنها بی غیرت هستند. بنابر همین این یک حجاب بر سر کردن زنها، این عفت آنها و با غیرت بودن برادر یا شوهرها و نزدیکهای او را میفهماند، آنها را میفهماند. برای من الله امر کرده است که شما پیامبر را امر کرده است که تا که همسرها و دخترها و زنهای مسلمان را بگوید که حجاب بر سر بکند. ام عطیه میگویند که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را امر کردند که در روز عید برایم تا که این از مشهد عید و دعای مسلمانان برخوردار شویم، ام عطیه پرسیدند که ای رسول خدا، اگر ما جلباب نداشته باشیم، پیراهن از سر تا پا میپوشیدگی چیز نداشته باشیم، چیکار بکنیم؟ پیامبر گفتند که اگر شما وقتی که به نماز عید برآمدید، شما از جلباب های دیگر زنها بگیرید و بپوشید، بیرون برآیید. یعنی امر کردند که زن باید با حجاب به بیرون برآید. و این آیت دلالت نمی کند که وقتی که منافق ها
به کنیزک ها سخن های درشت می گفتند، الله امر کرد که زن های مسلمان آزاد حجاب بپوشد. و این دلالت نمی کند که باید فساق، منافق ها و شخصایی که بی ادب هستند نباید به زنهای مسلمان چی به حجاب و چی به حجاب سخنهای درشت یا که سخنهای از پس آنها راه رفتن این را نکنند. الله گفته است که ای پیامبر، همسرهایت را بگو، این آیت حجاب می باشد، و دخترهایت را بگو و زنهای مسلمان را بگو یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب از سر تا پا می باشد. یدنین علیهن یعنی از بالا تا پای را. ذلك ادنى ان یعرفن فلا یؤذن. چون که این نزدیک است که بشناسند که این زنهای آزاد هستند، شوهرهای آنها بغیرت هستند. و این چنین به کنیزک در زمان پیامبر کنیزک بود، به کنیزک هایی که سیدشان است، رهبرشان است، کسی حق ندارد که با آنها سخنهای بیجا بگوید. و کان الله غفورا رحیما. و الله اگر شما پس از اینکه پیش از حجاب به حجاب گشتید، الله او رو پیش از فرض بودن حجاب نمی پوشیدید، الله به گذشته گناه ها بخشنده و مهربان می باشد. این آیت حجاب می باشد. باید ما دخترهای خود را و خواهرها و زنهای خود را با عفت تربیه بکنیم. این حجاب بربر کردن زنها با عفت بودن آنها را دلالت می کند. زنی که بیشک به بیرون میبراید حجاب بر سر نمی کند، او یعنی دلالت می کند که او به عفت است. این بود تفسیر مختصر این آیت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.